президенти روسیه ولادیمیر پوتین روز 4 январ سال 2024 فرمان رقم 10 درباره به شهروندی روسیه قبول کردن شهروندان خارجی که درباره خدمت حربی در صف قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای حربی روسیه قرارداد امضا کردند و اهل عائله آنها را امضا کرد. طبق این فرمان زرخریدان خارجی که در دوام عملیات مخصوص حربی به مهلت نه کمتر از 1 سال با وزارت مدافع روسیه و ساختارهای دیگر قرارداد امضا کردند می توانند شهروندی روسیه را به دست بیارند. مقامات روسیه تا حال سرسختانه جنگ ضد اوکراین را نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند. بر اساس فرمان پوتین شهروندی روسیه نه فقط به خود زرخریدان بلکه به اعضای خانواده های آنها، زن و فرزندان و پدر و مادرشان نیز داده می شود. زرخریدان خارجی می توانند بعد انجام قرارداد خدمت حربیشان و یا در صورت ترک خدمت کردن به دلیل سلامتی یا رسیدن به سن نیایی خدمت حربی برای گرفتن شهروندی روسیه عریضه بدهند. به آنها امکان داده شده است که در هر منطقه روسیه که خودشان انتخاب میکنند برای گرفتن شهروندی عریضه بدهند. این علاقه دومین فرمان پوتین در سال جاری است که به زرخریدان خارجی که به ضد اوکراین می جنگند برای دریافت شهروندی روسیه امتیاز میدهد. در فرمان قبلی پوتین از ماه مای سال 2023 برای بررسی عریضه شهروندی زرخریدان خارجی 3 ماه فرصت داده میشد، ولی حالا مقامات وزارت کارهای داخله چنین عریضه ها را باید در 1 ماه بررسی کنند. همین طور اگر قبلا مهلت قراردادی حداقل 5 سال بود و برای دریافت شهروندی یک خارجی باید کمش 3 سال در قوه‌های مسلح روسیه خدمت میکرد. طبق فرمان نو پوتین خارجی ها علاقه بعد 1 سال خدمت می توانند برای دریافت شهروندی روسیه عریضه بدهند. این فرمان در حال امضا شد که نیروهای روسیه در جنگ ضد اوکراین به تلفات جدی چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از لحاظ تکنیک و اسلحه دچار شدند و مقامات روسیه به طور فعالانه تلاش دارند که کمبود شدید نیرو را در اوکراین از حساب مهاجران و آنهایی که تازه شهروندی روسیه شدند پر کنند. در وقت‌های آخر در مکان‌های تجمع مهاجران از جمله در بازارها، بازارهای سفدا، ساختمان‌ها، مسجدها و در طلبخانه‌های غذای ملی در سراسر روسیه ریدهای پلیس افزایش یافته است. در جریان این ریدها آنهایی را که شهروندی روسیه را به دست آوردند ولی خود را در کمیساریات‌های حربی در قید نگذاشتند آشکار کرده به دستشان دعوتنامه می‌دهند تا که به کمیساریات حربی محل زیست خود حاضر شوند. اخیراً 10 نفر را برای حاضر نشدن به خدمت حربی از شهروندی روسیه محروم کردند. طی قریب 2 سال جنگ روسیه و اوکراین تلفات جانی هر دو جانب بنا به حساب‌های غیر رسمی از 100,000 نفر گذشته بیش از 5 میلیون نفر دیگر در این جنگ زخمی یا معیوب شدند. در بین کشته شدگان در اوکراین 10 زوده تاجیکستان نیز است که برخی از شهروند روسیه بودند و به جنگ فرستاده شدند. برخی دیگرش محبوسان تاجیک زندان‌های روسیه که در عوض وعده آزادی زودتر به جنگ رفتند. همین طور در بین قربانیان جنگ در اوکراین 10 مهاجران نیز است که با وعده معاش بلند و امتیاز فراوان و دریافت زود و آسان شهروندی روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ رفته بودند.